سلام و عرض ادب خدمت همه همراهان مجموعه ایده آرا. سامان معماری هستم. امروز توی یه روز تقریبا نیمه ابری اومدم یه مقدار خاطره بازی کنم. در خیابان سهروردی یک خوشبار فروشی به نام خوشبار رویال، البته شعبه دومش. دوستان از من خواستن بیام ببینم، طراحی بکنم و دکور این مجموعه رو براشون تولید بکنم و این اتفاق خدا رو شکر به نفع احسن در اون زمان اتفاق افتاد. شاید بتونم بگم جز 5 دکور برتریه که توی این 20 سال طراحی شده و ساختمش. من اینجا رو خیلی دوست دارم. محیط بسیار گرم، انتخاب رنگ ها درست، هارمونی ها درست و پر از اشعار مختلف داخل دکور. یه سری با هم دیگه بزنیم ببینیم این تو چه خبر. خوشبار رویال یکی از اون جاهایی بودش که من واقعا با دلم و با جونم اینجا رو طراحی کردم. خیلی عاشقانه از سایه استفاده کردیم توی لایت باکس ها و ونیکات کار شد، اشعار مختلف کار شد و بیشتر از اون این که بخوایم فقط دکور یه خوشبار فروشی باشه، با کارفرمای محترم جناب آقای حاجبی که الان یکی از دوستان صمیمی منم هستن، به این نتیجه رسیدیم که کاری بکنیم که فقط خشکبار فروخته نشه اینجا. کسی که وارد فروشگاه میشه، این برای خود من خیلی مهمه که اولین مطلبی که اتفاق میفته باید حالش با دکور و نور و رنگ اونجا حال خوبی باشه، بتونه ارتباط بگیره و خدا رو شکر توی این فروشگاه لطف خدا این اتفاق افتاد. فضاهای بالای دکور رو هم اونجوری که می‌بینید ارتفاع خیلی زیادی داشت این فروشگاه و ما برای اینکه بتونیم به نحو احسن استفاده بکنیم به شکل طبقاتی کاور کردیم، کاغذ دیواری شد و لایت باکس های خیلی خوشگلی توی طبقات هوایی اتفاق افتاد که من فکر میکنم یکی از اون اتفاقاتیه که باعث میشه توی این فروشگاه حال خوب و تجربه بکنیم. آن همراه باشید.